روز همین شجاع کرمانی را حکایه میکند که برای دختر خود خواست شوهر بیارد. دختر به سین و سال 18 قدم زده بود. در حال این شجاع کرمانی از پی شوهر شد. اونها شوهر برای خاطر منصب و مال و ملک نمیکافتند، فقط شوهری میکافتند که شوهری باشد که خدا ترس باشد و با این دختری من زندگی حلال و پاکیزه داشته باشد. اونا این گونه جستجو میکردند. امروز بچه‌دارای ما هم دخترای فقط دولتدار میکاوند، بچه‌دارها هم زنهای بای به دولت میکاوند. فقط همه این به خاطر دنیا هست. شرکت شفافرما داروهایی را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلند، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید به مانند پسریاس، سفید شوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای شفافرما به شما کمک میرسانند. غیر از این اگر شما مشکل‌های اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسول و که بساطها در دوا دارند پیشنهاد می‌نمایند. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش از آنی که یک جای دعا کنیم میخواهم یک سخنی دوست خدا را به سمع شما رسانم که در کتاب یاد می شود از یک دوستان خدا، از یک پیروان قرآن و پیروان احادیث های رسول اکرم که فرمود اسعد الناس من له قلب عالم و بدن صابر و قناعت بما فی الید. این دوست خدا در این سخن خود، در این جمله خود می فرماید که از همه دیده خوشبخترین مردم کی هست؟ در بین ما و شما از همه با سعادت ترین کی به شمار می رود؟ البته هر کدام ما می خواهیم که از بندگان با سعادت باشیم، از بندگان خوشبخت باشیم، از بندگانی که شرف و عزت در نزد خدا دارند از جمله همونها باشیم. و این دوست خدا میگوید کسی که اگر سه چیز را دارا باشد
از سه چیز برخوردار باشد، او یقینا مرد خوشبخت است و مرد با سعادت است. پس گوش می اندازیم این سه چیزی که سبب سعادت ما و شما بوده است، این چی باشد، تا که از پروردگار این سه چیز را ما خواهان شویم، دعا کنیم. یکم قلب عالی، یکم نشانه با سعادت مرد و مرد خوشبخت یا زنی خوشبخت همان شخصی هست که دلی عالم دارد، دلی عالم دارد. البته دل عالم معنی این دارد که دلی دانا دارد، دلی بیدار دارد. اگر از کدام ما و شما دلی بیدار باشد، دلی دانا باشد، این یک نشانه خوشبختی و یک نشانه با سعادتی ما و شما را نشان می‌دهد. حبیب خدا میگوید اذا اراد الله بعبد خیر جعل له واعظا قلبه. هر وقتایی که اگر پروردگار از کدام بنده خیر خواهد، برای او دلی واعظ نصیب می‌گرداند. دلی واعظ برای بنده خوشبختش پروردگار نصیب می‌کرده است. دلی که او را همیشه نصیحت می‌کند، دلی که همیشه او را راهنمایی در راه درست می‌کند. اگر با بنده که خداوند خیر خواهد، دلی واعظ، دلی گوینده، دلی نصیحت کننده برای اون بنده خود نصیب می‌گرداند است. دلی که از نور معنی نیست روشن، دلی که از نور معنی نیست روشن، مخوانش دل که او سنگ است و آهن. دلی که از گرد غفلت رنگ دارد، از اون سنگ آهن ننگ دارد. اگر دلی بیدار نباشد، دلی در غفلت باشد، دلی بی پروا باشد، دلی که در او میل عبادت نباشد، دلی که در او محبت قرآن و اسلام و محبت خدا و حبیب او نباشد، از این گونه دل هم حتی شاعر میگوید سنگ و آهن ننگ دارد. اگر یادتان باشد ما یک سوره را به نام انفال که 5 صفت مؤمن بود، من برای شما بیان کردم که یک صفت اول این انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یک نشانه آدم مؤمن، یک صفات آدم مؤمن این بود که هر وقتایی که ذکر خدا در پیش او گفته شود، دل او می ترسد. حضرت سعدی می گوید که ترسیدن دل چیست؟ ترسیدن دل این است که وقتی یک کار نادرستی را خود بنده انجام می دهد و با او یک رفیق او همنشین او می گوید از خدا بترس، این حالت در وقت دل او لرزید، معناش این است که دل ترسننده خدا برای این نصیب کرده است. همیشه از پروردگار خواهان باشیم که خداوند برای ما قلب عالم نصیب کند،
دل عالم دهد، دل بیدار دهد، دلی که همیشه خواهان نیکی باشد، دل دوم چیست؟ دوم حضرت گفتند بدن صابر، بدنی صابر، جسدی که صبر دارد، در همه حالت بدنی صبر کننده دارد، بدنی بیقرار ندارد. یکم نشانه با سعادت ما این دلی بیدار، دلی دانا. دوم بدنی صابر، بدنی که در همه حالتها صبر کننده باشد. سوم نشانه این چی است؟ ما فی الید، قناعت بر آن چیزی که دارد. قناعتم بسیار نعمت خیلی قیمتی هست. خدا به هر کسم این قناعت نمیدهد. قناعت کردن در آن چیزی که خدا برای تو نصیب کرده است. قناعت داری. حبیب خدا گفتند بای آن نیست که مال زیاد داشته باشد، بای آن شخصی هست که نفسی بای داشته باشد. اگر ما در آن چیزی که خدا الحال داده است، خواه کم است خواه زیاد است، اگر قناعت داشته باشیم، این نشانه سعادت ما و شما را نشان می‌دهد. از این خاطر از پروردگار دعا میکنم که خدای مهربان بر این قوم و جمع ما دل عالم و بدن صابر و قناعت در آن چیزی که به این بندگان خود دادی نصیب بگردان. و خدایا از جمعه تا جمعه کفارت گناه است. خدایا آن گناهایی که از ما سر زد همگی او را خدایا مغفرت بگردانی. خدایا اهل این جمعیت ما را عمر دراز و تنی صحت و خاطری جمع نصیب بگردانی. و خدایا هر مراد و مطلوبی که در دل این جمعیت است با فضل و کرم خود خدایا حاصل بگردانی. خدایا گذشتگان من رحمت و مغفرت بگردانی. بیماری ها را خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردانی. آمین و رب العالمین. یک برادرمان از ناحیه عینی از درگ، برادر حاجی سیف الدین که یک بیماری داشته‌اند، در دوشنبه با واسطه تلفن از ما خواهش کردند که در بین قوم در حق این بیماری ما دعا کنید. و یک برادر دیگرم به ما زنگ زدند که پدرم بسیار می پرست است، بسیار می نوش است، میخواهم در بین قوم دعا کنید که خداوند از این راه بعد این پدر مرا نگاه دارد. و دیگر برادرها از مسکو هم زنگ زدند که یکی از آنها فرزندش خیلی در حالت وزنین بیماری قرار دارد، گفتند در حق فرزند من دعا کنید. و یک خواهر دیگر از همین بیمارخانه شهر کولاب دیروز زنگ زدند که 3 سال شد با پشت در جایگاه خواب هستم. از قوم خواهش دارم احترامانه این که در حق من دعا کند که شاید که خدا برای منم سلامتی خوب نصیب کند. و این خواهری که 3 سال با پوشت در یک جایگاه خواب هستند، طرز نماز را از ما پرسیدند که من که نمازم را در دوام همین 3 سال قطع نکردم، لیکن به هر حالم باشد باز میخواهم که
آیا من درست میخوانم نادرست میخوانم؟ خیلی باور کنید در حق ایشانم که دعا کردیم، لیکن افسوس گفتیم به همون شخصانی که امروز تنی صحت دارن و از این عبادت دورن. انسانی که 3 سال با پشت خواب اراده نماز دارد، نماز میخواند، خدا را در همون خیل حالت عبادت میکند، امروز تنی صحت داریم، وقتی خوش داریم، پایه ها و دست ها و میان های با قوت داریم، لیکن در دیگر راه صرف میکنیم. از پروردگار خواهان او هستم که آن خواهشاتی که این بندگان خدا کردند و از این قوم ما دعا خواستند، خدایا مراد و مطلوب هاشون حاصل بگردان. بیماری ها را خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگردان. و همه و این پدر و دیگر پدرهایی که در این راه نادرست قرار دارند، خدایا با فضل و کرم خودت هدایتشان گردان و از این کارهای نادرست خدایا اونها را باز نگهدار. آمین یا رب العالمین. موعظه‌ای که امروز در این جمعه به سمع شما میرسانم، این دوام همون سوره ضحی بود و گفتیم که همین روز اطراف این سوره انجام میدهیم، زیرا که سوالهای خیلی بیشمار انتظار جوابن. بعدا میخواهم که یک چند جمعه با شما سوال جواب کنیم، زیرا خیلی جمعه ها شد که ما و شما دیگر سوال و جواب ها نداریم، اگرچه بسیار سوال های زیاده که خیلی بحث طلب هستند، خیلی ضرور برای امروزه شرایط ما و شما هستند. میخواهم برای شما جواب اونها را گردانم. لیکن پیش از این موعظه را سر کردن، یک برادر در همین داخل مسجد نشسته است، از ما خواهش کردن که زن دارم، لیکن به خاطر اون که دست نارسا دارم تأمینات خانه را پره انجام داده نمیتوانم، اگرچنده که خیلی زحمت و مهنت زیاد میکنم، لیکن آن مقدار این زن طلب میکند من انجام داده نمیتوانم. و این عائله صاحب 3 فرزند هستیم. همراه مادر خود طلب دارد که مرا طلاق ده و داملای عزیز نمیدانم که چیکار کنم. حتی قوت و شرایطی ندارم که برای رسیه کار کردن مبلغی برای من در کار است. بچه با ناموس، بچه با عبادت، بچه خدا ترس، فقط پروردگار همون فقر و ناداری را امروز نصیب او گردانیده است. به این خاطر گویم همون زن نکاحی که صاحب 3 فرزند هستند الکه از این زندگی راضی نیستند و قناعتی که من در اول گفتم، در این قناعت، از این نعمت قناعت این خواهر عزیز ما محروم است و میخواهد که از این مرد جدا شود. نامعلوم که آینده وی با کی روبرو می شود، نامعلوم که وی چگونه زندگی در روبرو می شود، نامعلوم که این فرزندهایی که از این زن است اینها در کدام روحیت تربیه می یابند. اندیشه این نمی کنند، بلکه اندیشه که الحال نارسایی که در زندگی وجود دارد در حال برای من طلاق کن. حالا که من 2 روز یا 3 روز شد بین عصر و شام برای این قوم خود در اطراف طلاق صحبت داشتم که حبیب خدا ابغض الحلال الی الله الطلاق میگوید، از همه در بدترین حلال ها به سوی پروردگار این طلاق است. دادرای عزیز، پدرای عزیز، در هر یک عائله کمبودی ها و پریشانی ها و نابرابری ها وجود دارد.
لیکن باید این ما با طلاق حل نکنیم. اینا راههای حل دیگر دارد. حبیب خدا طلاق بدترین حلال ها میگوید. ببین اینجا کلمه ابغض استفاده می شود. بدترین. برای چی این بدترین گفتند؟ زیرا میدانستند حبیب خدا که بعد طلاق کردن حال این زن خیلی بد می شود، حال این مردم خیلی بد می شود. از این خاطر این بدترین حلال ها گفتن پیغمبری خدا. شما تصور کنید که وقتی که دختری شما را همراه فرزندها شوهر طلاق میکند میارد در خانه در نزد شما میسپارد، همون حالت شما کمی اندیشه کنید چگونه حالت است، چگونه منظره خیلی ناخوبه برای شما هست. آیا همین بدترین نیست؟ حالا که حبیب خدا میگوید کدام زنی که برای نرسیدن شرایط یا برای که شوهر او منصب ندارد، پول ندارد، دسترخوان پر از میوه و ناز و نعمت ندارد، اگر برای این شده از شوهر خود طلاق طلب کند، حبیب خدا گفت قسم به خدا گفت بوی جنت به مشام این زن نمیرسد. اگر زنی که از شوهرش ناراضگی بیان کند، از نارسایی طلاق طلب کند، بوی جنت به مشامش نمیرسد. کجا ناز و نعمت جنت برای او بیان کنم؟ بوی جنت که بوی جنت حبیب خدا گفتن از 500 سال راه به مشام انسان میرسد، لیکن به مشام این زنی که از شوهر طلاق طلب میکند به مشام این زن بوی جنت نمیرسد. بسیار باور کنین این التدبیر نصف العیش، با اندیشه زندگی کردن نصف زندگی است. در این فقر و در این ناداری حبیب خدا طاقت داشت. حضرت فاطمه مادرمان دختر حبیب خدا در این فاقه و در این ناداری که چیزی نداشتند، در این صبر داشتند. دختر ابوبکر صدیق حضرت اسماء کمبغلی او را کتابها یاد میکند، صبر داشتند. لیکن این خواهر عزیز ما هم ببینید هم از نعمت شوهر محروم، هم از زندگی خوب محروم، هم از راحت جنت محروم. کجا رفته ایستادی؟ این راهی که خود اختیار کردی بسیار راهی نادرست است، بسیار راهی غلط است. و آن محبت و آن ناز و عشوه‌ای که این شوهر با تو دارد، هیچ وقت شوهر دیگر به تو این خیل محبت و این خیل زندگی البته برپا نمیکنه، اگر چیز رنگی زیبا هم داشته باشی. شجاع کرمانی را خدا رحمت و مغفرت کند، دختری داشت میگوید بی نهایت دختری با عبادت بود، دختری بود همیشه پایبند عبادت خدا بود، هیچ وقت به سوی حرامهای پروردگار رهسپار نبود، با هر یک مرد بیگانه سلام و همنشینی نداشت. روز همین شجاع کرمانی را حکایه میکند که برای دختری خود خواست شوهر بیارد. دختر به سین و سالی 18 قدم زده بود، در حال این شجاع کرمانی از پی شوهر شد. اونها شوهر برای خاطر منصب و مال و ملک نمیکافتند، فقط شوهری میکافتند که شوهری باشد که خدا ترس باشد و با این دختری من زندگی حلال و پاکیزه داشته باشد. اونا این گونه جستجو میکردند. امروز بچه‌دارای ما هم دخترای فقط دولتدار میکاوند، بچه‌دارها هم زنهای بای به دولت میکاوند. فقط همه این به خاطر دنیا هست. به ناگاه میگوید شجاع کرمانی در یکی از مسجدها در آمد، نگاه کرد یک جوانی را دید مثل این جوانهایی که امروز در عبادتها قائم هستند، خدا را به نهایت خوب عبادت دارد. یک مدت نزد این جوان نشست، بعد این
وقتی که جوان عبادت انجام داد، شجاع کرمانی با او سلام کرد و گفت ای دوستی خدا، گفت دختری دارم و برای او شوهر مناسب جستجو دارم و این عبادت تو و این ستاره تو برای من بسیار معقول آمد، میخواهم که دخترم را در نکاح تو درآورم. این گونه طلب کردن قلنگ ها و این گونه گوی مال و ملکی که امروز دختر دارا برای شوهر کردن طلب میکنن، این گونه رسم آیین ها اون زمان وجود نداشت. همه این رسم آیین هایی که الحال در ما پیدا شده است که جوانها دیگر زن گرفتن نمیتوانند، دخترها دیگر سین و سالشون به 25 و با 30 میروند، دیگر شوهر کردن نمیتوانند، این گونه قاعده و این گونه رسم ها اون زمان وجود نداشت. برادرای عزیز و گرامی، پیش از آنی که دوام قصه را من حکایه کنم، در حق همون دخترهاتان ضامن نشویم. از قلنگ دیده، از مال و ملکی که شما از اون مرد طلب میکنید، از اون دیده شما فقط به خود همین جوان نظر کنید، چگونه جوان است، چگونه مرد است، چگونه شخصیت است، آیا به خدا نزدیک است یا به خدا نزدیک نیست، اینها را شما فقط در نظر گیرید. این جوان گفت، استاد عزیز گفت بجز 3 درهم در زندگیم چیزی ندارم. گفت با کی ندارد؟ برای 1 درهمش گفت رفته سر و لباس خرد، 1 درهمی او را برای مهر این زن جدا کن، 1 درهم دیگر را گفت برای خوراک در خاندان تیار کن، 1 درهم دیگر در سر و لباس خودت آزاده کن. این مرد میگوید همچنان کرد و این حضرت دخترش را برآورد در همین جوان داد. وقتی که میگوید دختر به خانه بردن، بالای کوزه میگوید 1 نان کلان این مرد خریده بود، این مردی، این جوانی عبادت کننده. وقتی دختر پرسید این نان چی نان است؟ گفت این نانی هست که برای فردای تو خریدم. برای فردا گفت، برای طعام پگاه هست گفت. در حال میگوید این دختر گفت من در این خانه گفت زندگی کردن میتوانم و نزد پدر آمد. گفت پدر گفت من برای تو گفته بودم که 1 جوان خدا ترس و تکیه کننده به خدا برای من نصیب کن. تو چگونه جوان برای من پیدا کردی؟ گفت چگونه جوان است؟ گفت اعتمادی به خدا ندارد. گفت او رزق از خدا نمیبیند. گفت حتی وی گفت رزق پگاه را گفت امروز تیار کرده است. پگاه زنده است یا مرده است گفت نمیداند. رزق پگاه را گفت امروز الکی تیار آماده کرده است. این حیرت دماندن. این خیلی عجیب یک عقیده بهترین و درست این زن داشت که رزق فردا را امروز برای او مهیا میکردن، میگفت این غلط است، این نادرست است. حالان که من باوری دارم که این برادری که در این مسجد ما نشسته است و این زنی که از او طلاق میخواهد، باور کنه در خاندان این 1 هفته اینه خوراک وجود دارد. من جواب این مرد همچنان جواب میگردانم که اگر این دختر باز از این مرد طلاق طلب کند، این خیلی نادرست است، این خیلی ناروا است. من گفتم که خوشبختی برای تو نمی آرد. دوم این که تو از همان بوی جنت محروم میمانی. لیکن به نهایت اگر دایره این مرد تنگ کند، میلش برای خاطر این سخن پیغمبر خدا که ابغض الحلال الی الله الطلاق،
بدترین حلال به سوی پروردگار این طلاق است. بگذار این زن از همین بدترین حلال چشد، بگذار طلاق از این مرد گیرد و روزهای بازپس خود مشاهده کند که این روزش خوب است یا روزهایی که در نکاح این مرد بود. بعد خودش به خلاصه می آید. الم یجدک یتیما فآوی، تا اینجا تحلیل کردیم. و وجدک ضالا فهدی، پروردگار میگوید ما یافتیم تو را در ضلالت پس تو را هدایت کردیم. خداوند به حبیب خدا میگوید ضالا خود از ضلالت است. در معناهای عربی خود ضالا معنای ضلالت میدهد. ضلالت لکن به چندین مفهوم میآید، به چندین معناها تحلیل می شود. یکی گمراه، یکی راه نایافته، یکی ناآگاه، یکی غافل. یکی میگن یک درختی هست در عربستان هم میروید که در اطراف او هیچ درختی دیگر وجود ندارد، ویم ضلالت میگویند. مقصد معنای ضلالت گمراهی را میدهد، لیکن اینجا در راست پیغمبری خدا این گمراهی حساب نمی شود. خدا میگوید و وجدک ضالا فهدی، ما تو را گمراه یافتیم بعدا هدایتت کردیم. مفسرای قرآن میگویند این ضالنی که در این جمله قرآنی استفاده شده است معنای ای را دارد که ای پیغمبری خدا، پیغمبر گمراه نبود، زیرا که وی از خوردی هیچ وقت در شرک نرفته بود، شرکیات قدم نزده بود، وی هیچ وقت بت پرستی نکرده بود. در اون وقتا عرق نوشی که کار عادی بود، حبیب خدا تا دوام پیغمبری عرق نوشی نکرده بود. پس معلوم میشد که حبیب خدا گمراه نبودند، بلکه گمراهی که در اینجا آمده است معنای این دارد که تو ای پیغمبر از پیغمبری بی‌درک بودی. تو نمیدانستی که تو در 40 سالگی پیغمبر میشوی. تو از قرآن درک نداشتی، تو از ایمان و از کتاب درک نداشتی. اینجا ما تو را یافتیم گمراه و هدایت کردیم، انا این معنا را افاده میکند. حتی که در آیاتهای قرآن هم باز این آیات قرآن دیگر آیاتهای قرآن تقویت میبخشد. و ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انك لتهدی الى صراط مستقیم. پروردگار در این آیات قرآن هم چی میگوید؟ و ما تدری ما الکتاب ولا الایمان، ای محمد تو نمیدانستی که کتاب چیست، ایمان چیست، لکن ما با واسطه این قرآن تو را هدایت کردیم. این پروردگار باز در دیگر آیات قرآن هم حبیب خدا را میگوید که تو نمیدانستی که قرآن چیست، نمیدانستی که ایمان چیست، لکن ما با واسطه قرآن از این کتاب و از این هدایت تو را درکدار کردیم.